إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم ونور هداك معتصم، فعاف النفس من زلل وداوي الروح من سقم، وداوي الروح من سقم. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما خوبان و عزیزان، دوستداران الله متعال، دوستداران مشاعر مقدسه، دوستداران حج و کلام الله مجید. در برنامه گذشته به همراه شما عزیزان اشاره کردیم به آیه 124 از سوره مبارکه بقره، آیه‌ای که درباره ابراهیم علیه السلام صحبت می‌کرد که الله متعال ایشون رو با آزمایش‌های مختلف آزمود و امتحان کرد و از همه آزمایش‌هایی که در مسیر راه ابراهیم علیه السلام قرار گرفت ایشون موفق برآمد و به بهترین وجه ممکن اون امتحان رو پشت سر گذاشت و بهترین نمره‌ای رو که میتونست بگیره گرفت. ابراهیم علیه السلام همون ابراهیمی که ما پیوسته در نماز براش درود میفرستیم و از الله متعال میخوایم که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم هم درود بفرسته، آنگونه‌ای که بر ابراهیم و آل ابراهیم درود فرستاد، و میطلبیم که برکت عنایت کنه بر رسول صلی الله علیه و سلم و آل رسول صلی الله علیه و سلم، آن برکتی که بر ابراهیم و آل ابراهیم عطا فرمود. در ادامه آیه 124 آیه بعدش در آیه 125 وقتی که الله متعال درباره ابراهیم علیه السلام سخن رو ادامه می‌فرمایند، این گونه می‌بینیم که الله متعال در آیه 125 از سوره مبارکه بقره این گونه می‌فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذ جعلنا البیت مثابة للناس و امنا. و به یاد آورید اون لحظه ای رو که من الله با عظمت قرار دادم خانه رو، بیت. اینجا مراد از خانه الله تعالی است. مراد از این خونه کعبه است. مراد از این خونه اون فضاییه که آرامش میگیره آدم. کلمه بیت به جای اطلاق میشه، به جای گفته میشه که خود لفظ بیت از بیتوته گرفته شده. بیتوته یعنی محلی که انسان میره اونجا آرامش میگیره، استراحت میکنه. بیت به همین خاطر به جای اطلاق میشه بیت در کل که محل آرامش و سکون آدمه. به همین خاطر به خانه میگن بیت، چون محل آرامشه، محل سکونه. و الله متعال هم فرمود والله جعل لكم من بیوتکم سکنا. الله متعال در خانه های شما برای شما آرامش گذاشته. وقتی در خونه های ما برای ما آرامشه، در خونه الله متعال برای ما چیه؟ چقدر آرامش میتونه اونجا باشه؟ الله متعال میفرماید و اذ جعلنا البیت، اون لحظه ای رو بیار من الله با عظمت قرار دادم بیت رو. خود کلمه بیت یعنی محل آرامش، محل آسایش، محل راحتی. وقتی که این بیت مال الله تعالی است، به اندازه‌ای که خانه
نسبت داشته باشه به صاحبش، هر چقدر صاحب خانه قدرتش و عظمتش بیشتر باشه، فضای آرامش و سکون موجود در اون خونه، اون راحتی و اطمینانی که در اونجا هستم با همون اندازه بیشتر میشه. وقتی که ما خانه الله متعال رو ذکر میکنیم خیلی فرق میکنه با خانه بنده های الله تعالی. و اذ جعلنا البیت، وقتی که من این خونه رو الله متعال میفرماید قرار دادم مثابة للناس. مثابه به معنای محل بازگشت و رجوع، اون منطقه، اون جایی که، اون مرجعی که انسان زیاد رفت و آمد میکنه اونجا، هی میره هی میاد، هی دلش میخواد بره میاد، باز دوباره دلش تنگ میشه میخواد بره، این رو میگن مثابه. الله متعال میفرماید من خونمو، من کعبه رو، من بیت الله رو بیت قرار دادم، بیتی که مثابه، بیت مثابه است، محل سکون و آرامشیه که مرجع بازگشت دل هاست. اون خونه ایه که وقتی یه بار انسان میره اونجا چشمش میفته به این خونه عظیم، وقتی که جمالش منور میشه، وقتی که چشمش مزین میشه، وقتی که انسان قلبش سرشار از احساس میشه از دیدن این خونه، وقتی که اون آرامش و آسایش رو اونجا تجربه میکنه، وقتی لذت عبادت رو اونجا میچشه، وقتی که روحش اونجا به پرواز در میاد، وقتی که با ابتدای تاریخ انسان، وقتی که به اولین مکانی که برای عبادت انسان آفریده شده میره خودش رو وصل میکنه، وقتی که میره به مقدس ترین مکان روی زمین، وقتی که میره به اون سمتی که الله تعالی اونو حرم امن قرار داده، وقتی میره به اون جایی که الله تعالی اونو قلب عالم قرار داده، قلبش آروم میشه، آرامش میگیره، سکون پیدا میکنه، بی خود میشه از خودش، روحش تازه میشه. وقتی که باز خارج میشه با چشمانی گریان، با دلی نالان، با صدایی لرزان، با پایی لنگان، به زور خودش رو میکشه بیرون از حرم، انگار که این دل نمیخواد بره بیرون. وقتی که فکر میکنه آخرین نگاه به کعبه است، چشمش اشک بار میشه. وقتی میخواد ودا کنه با کعبه نمیتونه دل بکنه. وقتی که داره از مسجد الحرام میاد بیرون، این جسم رو پا داره میبره اما اون قلب نرفته هنوز، اینجاست، اون قلب اینجا گیره، اون قلب اینجا گیر کرده به این خونه، نمیخواد بره، با جسمش به زور داره میره، روش به پشت سرشه، داره نگاه میکنه به کعبه، صورت این طرفه اما دل اون طرفه، روی جسم این وره اما روح جسم اونجا گیره، هنوز نمیخواد برگرده، نمیخواد بره خونه خودش. بیا برو خونت، خانوادت، همسرت، پدر و مادرت، فرزندانت، دوست و آشنات، زندگیت، تجارتت، کارت، همه اونجاست اما دلش اینجاست. کنار کعبه که اومده همه اینا رو یادش رفته، اینا رو فراموش کرده. این طبیعت کعبه است، این همون مثابه است. وقتی که میره آرزو میکنه دوباره بیاد. وقتی که میره به سرزمین خودش، اون عکسایی که اینجا گرفته، اون فیلمایی که اینجا داشته، اون تصویرایی که از کعبه میبینه، اشکاش میریزه، دوست داره دوباره برگرده، دوست داره بازم بیاد، دوست داره بارها و بارها و بارها بیاد. الله تعالی نصیب همه اون عزیزانی که تا حالا زیارت کعبه نصیبشون نشده، الله تعالی به همه اون عزیزان نصیب کن تا بیان تجربه کنند که من چی میگم. به والله این زبون گنگه که بتونه حق مطلب رو ادا کنه، نمیتونه، نمیکشه. چطور میخواد عظمت رو به تصویر بکشه؟ فقط باید تجربهش کنه. اینجا جاییه که الله تعالی میفهمد من این صفت رو اینجا گذاشتم. آهن رباست، قطبه، میکشه، اصلا میکشه به سمت خودش. اینجا محل آرامشیه که الله تعالی میفهمد کسی که اینجا میاد
و جعلنا البیت مثابة للناس. اینجا دوست داره دوباره برگرده، محل رجوع، میره دوباره، دوست داره، دلش پرپر میزنه واسه برگشتن به کعبه. از اون محله های عبادتیه که انسان سیر نمیشه ازش. برای حج کسی که اومده باشه برای حج، حتی چند بارم حج کرده باشه، باز دوست داره بره حج کنه، باز دوست داره بره. سختی داره، مشکلات داره، تحمل سختی ها و مشقات میکنه، سفر، دوری، غربت، همه رو به دل میخره. این طبیعت این مکانه. اینجا کعبه است، اینجا مسجد الحرامه، اینجا مکه است، اینجا بیت الله است. و اذ جعلنا البیت مثابة للناس و امنا. این خونه است، محل سکون آرامشه، محل بازگشت و رجوعه، دلا پرپر میزنه برای اینکه دوباره برگرده. و امنا، اینجا محل امن و آسایشه. اینجا همه در امانن، اینجا حتی حیوانات در امانن. اینجا کسی حق نداره حتی شکار بکنه، حیوانات حلال گوشت رو حتی اجازه نداره شکار بکنه. اینجا حریم امن الهیه. اینجا خیلی چیزایی که در فضای خارج از محدوده حرم حلاله، اینجا حرامه، چون اینجا حرمه، چون اینجا فرق میکنه. و اذ جعلنا البیت مثابة للناس و امنا واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی. اینجا وقت انسان میاد یک مقام ابراهیم داره. مقام ابراهیم اینجاست. مقام ابراهیم به دو معناست. یک معنا که معنای عامشه، جای پای ابراهیم. مقام محل قدم، محل ایستادن، محل قیام، جای پا، جایی که اونجا ابراهیم علیه السلام پا رو گذاشته و ایستاده. این مقام ابراهیم. به یک تعبیری همه اون جاهایی که ابراهیم علیه السلام در مکه قدم گذاشته میشه مقام ابراهیم. واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی. از مقام ابراهیم مصلا بگیرید، به معنای محل عبادت. مصلا یعنی محل عبادت در یک تعبیر. یعنی شما که میرید مکه، شما که میرید کنار این خونه‌ای که اینجوری دلتون پرپر میزنه برای دیدنش، برید جای پای ابراهیم. این خونه رو ابراهیم علیه السلام تجدید بنا کرده. اینجا برید جای ابراهیم عبادت کنید. جاهایی که ابراهیم رفته عبادت کرده. کنار کعبه طواف کرده، طواف کنید. ابراهیم رفته بین صفا و مروه، شما برید. ابراهیم رفته عرفات، شما هم برید. ابراهیم رفته در منی عبادت کرده، شما هم برید. هر جایی که ابراهیم عبادت کرده شما هم برید عبادت کنید. یک معنای خاص تر هم داره که همون سنگیه که ابراهیم علیه السلام روی اون می ایستاد برای تجدید بنای کعبه. وقتی که دیوار ارتفاعش بیشتر شده بود از اون استفاده میکرد. این سنگ الان جای پای ابراهیم علیه السلام روش هست و این سنگ در کنار کعبه است. همون جایی که ما بهش میگیم مقام ابراهیم، کنار کعبه است. و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلی. برید پشت سر مقام ابراهیم نماز بخونید. هر بار که 7 بار طواف دور کعبه تموم میشه، مشتاقان طواف کعبه و مشتاقان دیدار ابراهیم علیه السلام و فرزند نازنینش رسول الله صلی الله علیه و سلم 2 رکعت نماز میخونن پشت مقام ابراهیم. و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلی. اونجا نماز بخونید. هر جا ابراهیم عبادت کرده عبادت کنید، چرا که ابراهیم تاریخ داره. و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. و بیاد دارید وقتی که میرید اونجا بیادتون بیاد که من الله تعالی پیمان گرفتم، عهد گرفتم از ابراهیم علیه السلام و اسماعیل. که ابراهیم، ای اسماعیل، پاک کنید این خونه منو. بیتیه ان طهر بیتیه، پاک کنید خونه منو. چقدر قشنگه وقتی که این خونه، این 4 دیواری نسبت داده میشه به الله تعالی. وقتی که میری پای کعبه دست میندازی به در کعبه، دست انداختی به در خونه خدا، دست انداختی به در خونه الله. خیلی معناست، خیلی عظیمه، خیلی عظمت و وسعته. بیتیه، خونه منو پاک کنید. شرفه،
پاک کردن خانه الله شرفه، افتخاره، خوش به حال اون کسایی که با صدق و اخلاص به خاطر الله تعالی اونجا رو جارو میکنن، اونجا رو نظافت میکنن، به فکر نظافت اونجا هستن. نظافت در حرم، خدمت در حرم، این خدمت خودش یک شرفه. خادم حرم بودن یک افتخاره، یک شرفه. چرا که ابراهیم علیه السلام خادم این حرمه. این مکان انقدر مقدسه که انسان عظیمی مثل ابراهیم خدمت اینجا رو میکنه. اسماعیل ذبیح الله خدمت اینجا رو میکنه. و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. الله تعالی از ابراهیم علیه السلام با اون جلالت شأن و عظمت مقام که بعد از رسول صلی الله علیه و سلم در بین مخلوقات رتبه دوم رو داره، از ایشون میخواد که به همراه اسماعیل نازنینت که اون هم پیغمبر بزرگواری است و جد بزرگوار رسول صلی الله علیه و سلم هم هست، ازش میخواد که اینجا رو پاک بکن، اینجا رو خدمت بکن. خدمت به حرم افتخاره. این مکان انقدر مقدسه که الله تعالی میفهمد اینجا رو پاک کنید. برای طواف کنندگان، کسایی که میان اینجا طواف میکنن، میچرخند، اون سرگشته هایی که از دنیاهای مختلف، از جاهای مختلف، از سرزمین های خودشون میان تا اینجا آرامش پیدا کنن، میچرخند دور کعبه و میچرخند و میچرخند. للطائفین والعاکفین، همینطور برای معتکفین، کسایی که میان اینجا اعتکاف میشینن. اینجا اعتکاف میشینن، دلشون نمیخواد بیان بیرون، میرن توی مسجد الحرام، همونجا میشینن 10 شبانه روز، 20 شبانه روز، همونجا تو مسجد الحرام، دل نمیکنن از حرم. للطائفین والعاکفین، طواف مقدم شد بر اعتکاف چون طواف خاص مسجد الحرام، اما اعتکاف خیلی جاها میشه انجام داد. و رکع السجود، و همچنین برای کسانی که رکوع میکنن، برای کسانی که سجده میکنن. رکوع کنندگان و سجده کنندگان یعنی نماز گذارن. نماز در آخر اومد چون نماز همه جا میشه خوند. طواف خاص کعبه است، اول طواف اومد. اعتکاف مال مسجد است، بعد اعتکاف اومد. نماز رو میشه در غیر مسجد هم خوند، اما نمیشه تو خونه اعتکاف کرد. به همین خاطر در آخر اومد رکع سجود. ابراهیم، اسماعیل، شما 2 نفر که تجدید بنا کردید کعبه رو، الان باید دورش رو تمیز کنید، اینجا رو باید نگهداری کنید، اینجا باید منظم باشه، اینجا باید تمیز باشه، اینجا باید تمیزترین مکان روی زمین باشه چون مقدس ترین مکان روی زمینه. اینجا برای کسایی که میان طواف میکنن، برای کسایی که اعتکاف میشینن، برای کسایی که رکوع سجده میکنن، بعد آماده باشه، بعد آرامش داشته باشه، بعد مهیا باشه. اینجا حرم امن الهیه، اینجا بیت الله است، اینجا رو باید بهش برسید. و عجیبه که در این آیه الله متعال اشاره میکنه که از ابراهیم علیه السلام اسماعیل خواسته شد که برای طواف کننده ها این آماده کنن. اون موقع هم طواف میشد کعبه، اون موقع هم معتکفین بودن و اون موقع هم نماز میخوندن اونجا. مال ما نیست الان. این خواسته از ابراهیم علیه السلام و اسماعیل و پیروانش که اون موقع هم طواف بود، اون موقع هم این حلقه چرخش ادامه داشت. طواف کعبه تاریخش به درازای عمر بشر روی زمینه، مال 1000 سال و 2000 سال گذشته نیست. طواف کعبه ادامه داشته و ادامه خواهد داشت تا روز قیامت. مردم وقتی که به دور کعبه میچرخند، همون گونه‌ای که زمین به دور خورشید میچرخه و همون گونه‌ای که در ذرات کوچکتر، ذرات درونی یک هسته اتم به دور خودش میچرخند. در مسجد الحرام از ابراهیم علیه السلام و ابراهیم و اسماعیل الله متعال میخواد که اینجا رو پاک بکنن. ابراهیم علیه السلام یک دعا میکنه. و اذ قال ابراهیم، و بیاد آور اون موقعی که ابراهیم گفت رب اجعل
خدایا قرار بده هذا بلدا آمنا، اینجا رو امنش کن، خدایا اینجا رو، این سرزمین رو امن قرار بده. خود الله تعالی فرموده بود که اینجا امنه. و اذ جعلنا البیت مثابة للناس و امنا. حالا چرا ابراهیم علیه السلام دوباره این دعا رو تکرار کرد و خواست که اینجاها رو امن قرار بده؟ مگر امن نبود؟ امن بود. طلب چیز موجود، اون چیزی که هست رو انسان وقتی طلب میکنه به معنای استمرار این نعمته. خدای این نعمت امنیت رو استمرار بده. این امنیت رو در این سرزمین همیشه نگه دار، چون مهمه، چون مقدسه، چون مقدس ترین مکان زمینه. و این قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق. وقتی که امنیت باشه رزق و روزی هم باید باشه. وارزق اهله من الثمرات. مردمی که در این سرزمین زندگی میکنن، مردمی که اینجا میان، مردمی که میان تو این شهر برای طواف، برای اعتکاف، برای نماز، برای عبادت، برای حج، برای عمره، اینها رو هم اینجا رزق و روزی بهش بده. وارزق اهله من الثمرات. خدای تا میتونی اینجا رو امنیت نگه داره و برکت بده. دعای ابراهیم علیه السلام پشت سر خانه کعبه است. دعای ابراهیم علیه السلام پشت سر سرزمین حرمینه. ابراهیم خلیل الله که دعاش یقینا قبول شده به درگاه الله متعال، برای این سرزمین دعا کرده چون مقدسه. وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله والیوم الاخر. اینجا ابراهیم علیه السلام فقط مؤمنین رو استثناء کرد. چرا؟ شاید فکر میکرد که اینجا هم اگر کلی بگه، چون در زمانی که الله متعال ایشون رو به عنوان امام انتخاب کرد و فرمود که انی جاعلک للناس اماما، من تو رو به عنوان امام انتخاب میکنم، تقاضا کرد که از نسلش هم این امامت ادامه داشته باشه و فرزندانی ادامه بدن این مسیر رو. الله تعالی فرمود ظالمین نصیبشون نمیشه. اینجا اومد خود ابراهیم علیه السلام به خاطر که همچین جوابی دوباره نشنوه، اومد خودش اختصاص داد به مؤمنین. اما اینجا حکایت فرق میکرد. اونجا امامت در دین رو الله تعالی به هر کسی نمیده، فقط به بندگان خاصش میده. اما رزق و روزی رو به هر کسی میده، چه خاص باشن چه نباشن. به کافرم میده، به مسلمون هم میده. وقتی ابراهیم علیه السلام تقاضای رزق و روزی در سرزمین حرمین برای مؤمنین کرد تا قیام قیامت، الله متعال فرمود و من کفر، اون کسایی که کافر میشن و قبول نمیکنن فامتعه قلیلا، مقداری بهشون میدم، بهره مند میشن از زندگی دنیا. ثم اضطره الى عذاب النار، بعد مجبورش میکنم به سوی عذاب دوزخ. تو دنیا اختیار داره که چه کاری بکنه یا نکنه، کجا بره، اما تو قیامت دیگه اختیار نداره که به سمت بهشت بره یا دوزخ. مجبور میشه که بره به سمت دوزخ، کافر وقتی که عبادت نکنه. و بئس المصیر، و چه بد جایگاهی است، چه بد بازگشتگاهی است، چه سرانجام بدیه دوزخ برای کسایی که قبول نمیکنن. و الله متعال در مکه مکرمه حتی اون لحظاتی که کفار در زمان رسول صلی الله علیه و سلم در ابتدای تولد ایشون تا فتح مکه هم بر مکه حاکم بودن، به اونها رزق میداد، روزی میداد، اما مقدار اندکی که در آخرت باز سرانجام اونها عذاب است. الله متعال این مکان رو میفرماید که ابراهیم به عهده داشت نظافتش رو، طهارتش رو. شرفه این حرم مقدسه و از الله متعال و از بقیه هم میخواد که این مسیر رو ادامه بدن. وقتی که از ابراهیم علیه السلام اسماعیل خواسته میشه این کار، این معنای اینه که این یه وظیفه است برای هر کسی که پیرو ابراهیم علیه السلام، هر کسی که ابراهیمیه، هر کسی که در راه ابراهیم علیه السلام، هر مسلمانی که قدم برمی‌داره وظیفه‌ش اینه که نسبت به حرم مکی، نسبت به مسجد الحرام، نسبت به کعبه، مقدس بودنش براش مهم باشه، احترام بگذاره، تلاش بکنه تا میتونه این سرزمین امن باقی بمونه، این سرزمین تمیز و نظیف باقی بمونه، این سرزمین برای عبادت گزاران، برای طواف کنندگان، برای معتکفین، برای کسانی که برای عبادت اونجا میرن همچنان
اون گونه‌ای که شایسته است باقی بمونه. این وظیفه است، این اعتقاده، این ایمانه، این باوره، این جزئی از اعتقاده، این جزئی از آیین ماست، این وظیفه ماست. یک وظیفه شرعیه که نسبت به حرمین حساسیت نشون بدیم، نسبت به حرمین برامون مهم باشه، امنیتش، ثباتش و اون آسایش و آرامشی که باید در اونجا حفظ بشه. اما کسانی که به فکر خراب کردن این فضا هستن، خرابکاری هستن، آشوب هستن، نظافت رو به هم بریزن، اینجا رو برای زائرین، برای طواف کنندگان، برای معتکفین و نمازگزاران و عبادتگزاران اینجا رو ناامن بکنن، اونها ابراهیمی نیستن. اونها دشمنان ابراهیم، دشمنان رسول صلی الله علیه و سلم و دشمنان کعبه مشرفه و دشمنان الله متعال هستند. تا همین اندازه اکتفا میکنیم در این برنامه به این آیات. ادامه خواهیم داد این آیات رو، چون باز مرتبط هست به موضوع حج و موضوع بنای کعبه و تاریخ حج. در برنامه بعد همراه ما باشید. تشکر میکنم از اینکه تا این لحظه برنامه خودتون یاری کردید و تا برنامه بعد همه شما عزیزان و خوبان رو به الله متعال میسپارم. الله یار و نگهدار. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أنبر القدم إلهي